سلام و درود به قسمت جدید زندگی کارمندی خوش آمدید. امروز در خدمت یه عزیزی هستیم که داخل کانادا تحصیل کرده و زندگی کارمندی خودش رو به تازگی شروع کرده. او کسی نیست جز شقایق زرموشی عزیز. پرژیا تورنتو. سلام و درود. من شقایق هستم و امروز در خدمت پرژیا تورنتو هستم. سلامت باشید. خب شقایق جان، بریم سراغ اصل مطلب. توضیح بده که ببینم بک‌گراندت چی هستش. بک‌گراند من لیسانسمو که توی دانشگاه که خود شما تحصیل کردیم بودم، دانشگاه تهران جنوب بودم. ورودی سال 94 هستم و سال 98 فارغ التحصیل شدم. توی این تایمی که توی دوران لیسانس بودیم خیلی فوکوسمون روی قسمت بتون بود. تو مسابقات ACI و ICI شرکت می‌کردیم. بعد از اون فکر می‌کنم سال 98 یا 99 بود، دانشگاه خواجه نصیر رشته عمران زیر شاخه محیط زیست فوق لیسانسمو گرفتم و بعد از اون مهاجرت کردم به کانادا که توی رشته عمران زیر شاخه عمران توی دانشگاه لیک هد یونیورسیتی توی شهر تاندر بی فوق لیسانس دوممو گرفتم. این از لحاظ تحصیلی بود، زندگی تحصیلی. آره، ما از همون آزمایشگاه بتون من با شقایق آشنا شدم و تیم شقایقینا اون موقع که ما وارد مسابقات شدیم آخرین دوره بود که داشتن شرکت می‌کردن تو مسابقات و از همونجا میشناختیم و دوباره کانادا باعث شد که ما دوباره به هم برسیم بعد از چندین سال 5 6 سال گذشت که ما با هم دوباره بگیم سلام علیکم ما اینجا توی شهریم. خب ارشد پس یه بار خوندی بله. و اومدی اینجا دوباره تحصیلی. حالا قبلی که بریم سراغ تحصیلی در مورد کارت بگو. تو ایران چه کار می‌کردی؟ توی کارم توی دوران کووید بود که ما به خاطر حالا داستانایی که کووید داشت با خانواده رفتیم جزیره کیش. من اونجا مشغول به کار شدم. اول توی پروژه رینگ 75 متری جزیره کیش به عنوان مهندس دفتر فنی مشغول به کار شدم. هلوش 8 ماه اونجا کار کردم. بعد از اون به وسیله حالا کانکشنایی که اونجا من به دست آوردم پیشنهاد کاری توی فرودگاه جزیره کیش قسمت هلیپورتش گرفتم و اونجا هم به عنوان مهندس دفتر فنی و سرپرست دفتر فنی مشغول به کار شدم. شرکت خصوصی بود یا دولتی؟ شرکت خصوصی بود، شرکت تاپیک ساختمان که کارفرمای اصلی ما سازمان منطقه آزاد کیش بود. خیلی هم عالی. پس در نتیجه شغلت هم توی ایران مرتبط با رشته تحصیلی بله بود. بله. خب اومدی کانادا و اپلای کردی برای شهر تاندر بی و رشته‌ت چی بود؟ رشتم توی دانشگاه توی تاندر بی مستر آف سیویل انجینیرینگ یعنی بود. ارشد خود دوباره مجدد. مهندسی بله. عمران داشتی، سیویل انجینیر. و اگه که بخوام خیلی ریز وارد این داستان اپلای کردم بشم، اولش من برای 3 تا دانشگاه درخواست دادم. دانشگاه وینزور بود، دانشگاه کنکوردیا بود و دانشگاه لیکد و به خاطر اینکه ورودی لیکد اینتک وینتر داشت من اون اول انتخاب کردم. درست، می‌خواستی زودتر بکنی بیای دیگه، دنبال یه جا بودی که هرچی زودتر بهتر. سیاسیش خب بحث این که چرا تاندر بی انتخاب کردی، چرا تو تورنتو نیومدی دانشگاه؟ گفتم چون که اون تایمی که من اقدام کردم خیلی تایم دیر بود. یعنی من آیلتسم خرداد ماه دادم، بعد برای پذیرش دانشگاه می‌خواستم اقدام کنم، خیلی تایم دیر بود که برای سری از دانشگاه دیگه اقدام کنم. 3 تا دانشگاهی که انتخاب داشتم یعنی میدونستن که شانس پذیرشم توی تایم وینتر و پذیرش وینتر داشتم، ورودی وینتر داشتم، این 3 تا دانشگاه بود که از 3 تاشم پذیرش گرفتم. خیلی دوست داشتم که دانشگاه کنکوردیا برم، ولی آخرین دانشگاهی که به من پذیرشش رو داد کنکوردیا بود که بعد از ویزام تقریبا به هم پذیرشش رو داد. و یه بحث دیگه هم که از بحث ویزاه، یه سری دانشگاه تو کانادا خودت بهتر میدونی شما پذیرش رو میگیری ولی سر ویزا شدن خیلی داستانه. به خاطر همین من لیکد رو انتخاب کردم. تاندر بی بگو، شهر کوچیک بزرگ چطوریه؟ تاندر بی یه شهر خیلی خیلی کوچیکیه. البته میگن دومین شهر بزرگ بعد از تورنتو توی نورث اونتاریو، ولی خیلی خوب شهر کوچیکیه. اگه بخوام مقیاسش کنم یه شهری مثلا اندازه کیش خودمونه.
که یه شهر ساحلی بسیار سرده، یعنی ما دماهای منفی 44 درجه هم توی زمستون تجربه کردیم. البته کیش خیلی پیشرفته تره از لحاظ شهرسازی ها. ام، من ندیدم، دارم نادیده میگم. نمیشه مقایسه کرد، دو تا تیپ مختلف اونجا، حالا سرسبز، اونجا درست. یه بندرگاه تجاریه. من 100% کیشو خیلی بیشتر دوست ترجیح دارم، میدی. ولی شهر خوبی بود برای استارت یه مهاجر، خیلی شهر خوبی بود و خیلی از دانشجوهایی که اونجا بودن انتخاب لیکهد و تاندربی به خاطر این بود که شهر ارزونیه، ارزون قیمت. خیلی نسبت به تورنتو شهر ارزونیه و برای یه مهاجری که حالا اولش درآمد دلاری نداره به نظر من پیشنهاد خوب و عاقلانه. البته بحث اصلی کاره دیگه، حالا الان جلوتر هم بهش میپرزیم ببینیم آیا ارزش رو داره، کارم هست یا نه، که حالا جلوتر ازت میپرسم. خب تعریف کن که کار جنرال کردی یا نه؟ این شطوری که در خونه هر کس میخوابه، در خونه تو چرا هم که نه؟ خوابیدی یا نه؟ آره، من کار جنرال انجام دادم. اولش از یه رستوران شروع کردم، هلوش 2 هفته اونجا بودم. بعد توی فروشگاهی کار کردم و اینا هلوش مثلا تا 2 ماه طول کشید. بعد به وسیله کانکشنی که داشتم یک شغل نسبتا میتونم بگم مرتبط به رشتم، زیاد مرتبط به رشتم نه، ولی به وسیله اون نرم افزارهایی که من تو ایران یاد گرفته بودم تونستم اون شغل رو حالا توی اینترویو قبول بشم و منو گرفتن. شغلش اینتریور دیزاینر بود برای شرکت لاوریز که یه سوپلایر فرنیچر و طراحی داخلی هستش توی تاندر بی. من با اون شرکت کار می‌کردم. خب حالا قبل اینکه بریم سراغ کار دومت به من بگو که راحت پیدا میکردی کار جنرال یا نه؟ راحت بود یا نه؟ من همیشه تو زندگی خیلی آدم خوش شانسی بودم، خیلی. خب و خیلی سریع کارم پیدا کردم. اگه بخوام بگم یه موردی باشه که توی کانادا راهو برات باز میکنه و قسمت عظیمی از اون شانس تو تشکیل میده، همون کانکشن است. یعنی برای کار جنرال هم حتی کانکشن داشتی؟ حتی کار کانکشنی جنرال. که میگی منظور چیه دقیقا؟ کسی که آشنا از اونجا کجا؟ کار میکرد آها، ریفرت کرد. ریفرم کرد، آره. رفیق باز باشید تو کانادا، خلاصش میشه که رفیق باز باشید، با همه رفاقت بکنید که به کارتون خواهد آمد. رفاقت کنید ولی زیاد نزدیک نه نشید. آره، به کارتون میان بالاخره. آره. خب پس کانکشن، شما خیلی رو کانکشن مانور دادی و نتیجه هم داد دیگه خوشبختانه. و این که اصلا آدمی که وارد کشور جدید میشه باید همه اون پیش زمینه‌ای که از خودش حتی داشته رو باید بذاره کنار. درست. اون انتظاراتی که داره رو باید بذاره کنار. خب تو ایران هممون شرایطمون اولش که وارد میشیم خیلی شرایطمون تو ایران بهتر از اینجاست. ولی رفته رفته زندگی رو میسازیم و خیلی قشنگ‌تر میشه. یعنی اصلا نباید انتظار داشته باشی سطح طبقاتتون باید بریم پایین‌تر، چرا که نه. کار جنرال هم هستی، کار دیگه. درست. خب حالا به من بگو که چرا کار جنرال تو عوض کردی؟ سختی داشت یا اینکه دیدی موقعیت بهتر پیش اومد جابجا شدی، دوست نداشتی کار جنرال تو انجام؟ سختی داره. حالا یه سری قوانینا رو فکر کنم همه بدونن که مثلا توی فروشگاه به عنوان یه فروشنده که کار می‌کنی، حتی به عنوان یه کشیر که کار می‌کنی، اجازه نشستن نداری. و حالا حقوقا کمتره، ساعت کاریا خیلی ناجوره، شیفتایی که بهت میدن خیلی بده. تو اون رستورانی که بودم میتونم بگم بدترین تجربه زندگیم تو اون رستوران بود. خیلی باهات بد برخورد میشه و اینا، چون تو تماما منفی. آره دیگه، تماما به نظر منفی. من اصلا خوب نیست. ولی خب برای منی که این توقعاتم گذاشته بودم پایین، تو اون دوران خوب بود، ولی الان اصلا حاضر نیستم به اونجا برگردم. برای شروع عالیه ولی برای ادامه نه. بعد مخصوصا که من کارفرمام تو اونجا یه خانم چینی بود، خیلی اذیتم کردن. ولی کارفرمام توی کاری که داشتم توی لاوریز یه خانم کانادایی بود. کلا شرکتشون شرکت خانوادگی بود که همشون کانادایی بودن. خیلی رفتارشون عالی بود. بله. عالی. خب خیلی هم عالی. پس شما چند ماه شد؟ 2-3 ماه کار جنرال کردی یا 3 ماه هم نشد؟ 2 ماه کار جنرال کردی و تصمیم یه کار بهتر پیدا کردی، موقعیت بهتر رفتی توی بخش معماری. اون کارو چطور راحت پیدا کردی؟ اونم راحت بود یا باز یکی ریفرت داد؟ اونو یکی ریفرم داد، یکی از دوستان قدیمی. از کجا پیدا می‌کردی اینا رو؟ کیاره؟ دوست قدیمی رو بهش میگفتی من دنبال کار میگردم اونم کارت راه مینداخت؟
آره دیگه خب چون من معمولا این کارو کسی اینجا نمیکنه که راحت ریفر بده و اینا. منظورم اونه که ارتباطت با اون خیلی دیگه رابطت هر صمیمی کسی بوده. نه، هر کسی براش یه نفعی داری، بالاخره هیچ چیزی نفع مجانی داشتی نیست شما. داره اینجا. آره 100%. بده بستونه زیاده، مهم. بالاخره هر دستی رو یه دست دیگه هم میگیرن. بله. بعد ریفرم داد و البته خب چند تا دوستای دیگه‌مون هم ریفر داده بودن، ولی به خاطر اینکه حالا نرم افزار بلد نبودن، تجربهشون کافی نبود، یا حالا نمیدونم اون اولش خب حالا هر چقدرم تو ایران زبان خونده باشی، اینجا که میای آره. مخصوصا آدمایی که تو تاندربای زندگی میکنن کاناداییایی هستن یا فرست نیشنایی هستن که با لهجه‌های خیلی عجیب غریبی صحبت میکنن، سخته باشون ارتباط برقرار چون اونو میدونی که کردن. زبونشون در اصل یه زبون دیگه است، درسته، انگلیسی حرف درسته. زبون و دومشون. بیشتر اون کسایی که ما براشون طرحی انجام میدادیم فرست نیشن بودن، سرخپوستا بودن. شرکتایی مثل ماتاوا، تیکناگه بود که ما باهاشون کار میکردیم. یه خورده ارتباط گرفتن سخت بود و خیلی شاید حاضر نباشن که از اون سیف زون خارج بشن، بعد ارتباط رو برقرار کنن. درست. خب چند وقت دیگه بعد با همون کار مشغول بودی تا فارغ التحصیلی یا نه بازم کار بله، عوض بله. کردی؟ من نه، با همون کار مشغول بودم تا فارغ التحصیلیم و من مسترم و پروگرامم 2 ساله بود ولی 3 ترمه تموم کردم. یعنی تقریبا 1 ساله تموم کردم و بلا فاصله بعد از تموم شدن اون کار موو کردم تورنتو. حالا فعلا نمیخوام وارد اون قضیه شیم. حالا اونجا بس همه جوره تو اون کار راضی بودی درسته؟ تو اون کار معماری داخلی. عالی. حالا چرا خب وقتی کار خوب داشتی، درآمدش هم که منطقاً از کار جنرال بهتر بود، چرا تصمیم داشتی که سریع جابجا شی؟ هدفت بزرگتر بود یا چی؟ من هدفم تورنتو بود، یعنی مهم. حتی ونکوورم نبود. من هدفم تورنتو بود. خودم از تهران اومدم، شهر نسبتا شلوغ و بزرگیه. از حالا درسته که کیش زندگی کردم، اون قضیه کیش خیلی متفاوته، ولی تاندربری شهر کوچیک بود. میدونی من همیشه اینو گفتم، دوست ندارم بزرگ آدم کوچیکا باشن. خب اونجا اگه میموندم میتونستم خیلی مثلا پول سیو کنم راحت. شما میتونی اگه که کار حالا مرتبط داشته باشی بهت بگم 2000 تا 3000 تا پول سیو کنی در ماه. هزینه‌ات کمه دیگه. البته هزینه‌ها خورد و خوراک خیلی کمه. یکیه ولی هزینه کمتره. مسکن جابجایی مثل اینجا نداری. اینجا بخوای یه جا بری بعد حداقل 15 20 کیلومتر جابجا شی. بیمه ماشینت کمتره، بیمه خونت کمتره. درسته. و تصمیم این بود که پس یعنی تو بیام دیگه. تصمیم داشتی که درس تمام شه بلافاصله جمع کنی بیای به و یه چیزی هم تورنتو. بگم، کار مرتبط با رشتم اونجا خیلی کم بود. کلا کار اونجا خیلی کمه. میگم اینکه من کار پیدا کردم خیلی ربط به شانس هم داشت. ولی حالا یه سوال قبلی که بگم راجع به تورنتو بپرسم. خیلی ها موقعی که پالیسی ایرانیان رو گذاشتن کویت کردن و ورک پرمیت گرفتن، تو این کارو چرا نکردی؟ من اگه که با احترام به همه اونایی که این کار انجام دادن، من خیلی کار اشتباهیه. خب چون من مسیرم اینه که اوکی وارد کانادا بشم، درس بخونم و وارد کار بشم. تو خودت میدونم که مدرک ایران داری اینجا کار میکنی و خیلی خوش شانس بودی، ولی اینجا خیلی اذیتت میکنن سر اینکه مدرک کانادایی نداشته باشی. حالا سر پی انج بخوای بگیری این داستانم خیلی اذیتت میکنن. من مسیرم از اول برام مشخص بود که این مسیر رو برم و دوست دارم این کار رو انجام بدم. خیلی ها دیدم موفق بودن، یعنی تغییر دادن به ورک پرمیت و موفق شدن، ولی اون نفراتی که من دور و بر خودم دیدم همشون اذیت شدن. یعنی گفتن که اوکی شهریه نمیدیم ولی این کارو میکنیم و در آخر نتونستن نه کار پیدا کنن، خیلی اذیت شدن. آخرش هم اومدن تورنتو، با هزینه‌های تورنتو نتونستن پیش برن و به بن‌بست خوردن. میدونی یعنی مثلا آخرش گفتن که زندگی ایرانه بهتر بود، چرا مهاجرت کرد. من مسیرم این بود، من دنبال میانبر نیستم، راستش بخوای این مسیر رو میرم تا به اون چیزی که میخوام برسم. حرف قشنگی زد. درسته. من تو این فاصله بود. حرف قشنگی زد. اگه ویدیوی منم ببینی توضیح دادم که من چجوری کار پیدا کردم. البته که من اینجا تحصیل نکردم، کار مرتبطم کردم از همون اول تا همین الان، اما یه چیزی هستشی خودم میدونم اگر اینجا تحصیل میکردم موقعیت‌های خیلی بیشتری در انتظار من میبود، ولی خود دیدگاه من با شقایق خیلی متفاوته. میگه من میانبره رو نمیخوام، ولی من میگم من حاضرم تحصیل رو نکنم، هزینه رو نکنم، وقت رو نذارم، موقعیت کمتری هم در انتظارم باشه.
ولی بستگی داره به دیدگاه خود شما. خب پس جمع کردی اومدی تورنتو. قبل اینکه بیایش دنبال کار گشتی یا گذاشتی بیا اینجا من چون هدفم این بود کانکشن داشتم، چون من خیلی کانکشن داشتم. واقعا هم کارم از اون کانکشن پیدا کردم. ببین من از جنوری دنبال کار بودم. حتی الکی پول شهریه دانشگاه دادی با هم کانکشن ها کارت راه میافتاد دیگه. خب از اون تایم دنبال کار بودم و اپلای میکردم. بهت بگم شاید یه دونه دروغ نگم اینترویو گرفتم، اونم از اینا که قبل ویدیو باشون مثلا از خود بگیری و براشون بفرستی که اونم آخرش جوابش ریجکتی بود. هیچ اینترویو، هیچ جا آفری از این طریقای اپلای کردم برای کار من نگرفتم. باز میگم کانکشنه. از طریق کانکشن من 5 تا جاب آفر گرفتم و این کاری که الان توش هستم هم با بیزنس اونرش از همون جنوری در ارتباط بودم. صحبت میکردیم راجع به هدفم، پرسید راجع به این که نمیدونم چی خوندی، چقدر تجربه کاری داری. گفت من بهت مثلا به شرکت‌های دیگه ریفرت میدم، که آخرش خودش منو قبول کرد و پذیرفت. منیجره. الان میگه از جنیاری باش در ارتباط بودی چجوری؟ تو لینکدین؟ تو لینکدین بله. پروفشنال. بله تو لینکدین باهاش صحبت کردم و حالا نمیدونم وارد اون بحث بشیم که چجوری کار پیدا کردم اون یا که سر می‌خوایم راجع به همون حرف بزنیم. ببین ولی چند جا قبلش ببخشید. چند جا اپلای کردی نتونستی ولی هنوز توی تاندروی درسته؟ بله. و داری غیر حضوری اپلای میکنی و این صحبت ها. خب اگه بهت بگم بالای 600-700 جاب آفر، جاب پستینگ هایی که گذاشته بودن من اپلای کردم، دروغ نگفتم. این یه نکته خیلی مهمه. خیلی هم میگن کانادا کار نیست. پس برمیگردیم به اینکه الان یه نفر نشسته میگه من 600-700 حالا نه 100 تا 200 تا 500 تا اپلای کرده، یعنی کاره هست. این آدمه هنوز مچ نشده تو اون کاره. یه چیزی راجع به این کار بگم. من تجربه‌ای که به دست آوردم، حالا شاید هم اطلاعاتم اشتباه باشه، یه منبع قوی برای این ندارم، تجربه‌ام. چیزی که شنیدم میگن که این جاب پستینگ هایی که میذارن خیلی هاشون حالت فیک داره، چون اینا باید سالانه یه سری جاب پستینگ بذارن. اینا میذارن و مثلا بعد از یه تایمی میگن ما فلانی گرفتیم. خب به خاطر همین جاب پستینگ میذارن، مخصوصا تو لینکدین، و خیلی هاشون فیکه واقعا. مثلا شاید بعضیشون بگن به 15 دقیقه نمیکشید که منو ریجکت کرد. من دیگه از من بهتر کی میخواید؟ آره اونم درسته. اونم من تا توی یک ویدیو گفتم، یادم نمیاد کدوم ویدیو گفتم که اینجا شرکت‌های بزرگ معمولا این اتفاق خیلی میفته. شاید تو اینستا گفتم شرکت‌های بزرگ چون واسهشون دنبال دردسر نیستن، یه نفر رو میخوان استخدام بکنن یا یه پوزیشن بازی دارن که میخوان یه نفر رو براش پیدا بکنن، اما دنبال دردسر نیستن که این طرف باشه بیاد اونجا واسهشون دردسر بشه. برای همین بهتره که یا یه نیروی قدیمی خودشون رو پروموت کنن بشونن اونجا توی اون پوزیشن، یا اینکه یه نفر که معتمد خودشونه و داره اونجا کار میکنه ریفر بده طرفو. برای من خودم دنبال شرکت‌های بزرگ بودم مثل مترولینکس توی تورنتو که کار سابوی کل جی تی ای رو انجام میده و تمام حفاریا و کارهای چیزو مترولینکس انجام میده. من خواستم اپلای کردم، کوردینیتور میخواستن اپلای کردم، خب درآمدشون هم بالاست. خیلی خوبه. درآمدا بالاست، یعنی کوردینیتور توی شرکت خصوصی یا معمولی میخواد هولوش 60-70 هزار دلار در بیاره، وقتی بری توی شرکت بزرگ مثل مترولینکس یا شرکت‌های نیمه دولتی و دولتی یهو 100 هزار تا رد میکنید برای همون کوردینیتور، تازه کارت هم سبک‌تره. تا با یه عزیزی توی مترولینکس ایرانی هم بودن صحبت کردم، گفتم آره آقای فلانی مثلا من اینجا دیدم یه شغلی اگه می‌بینی ریفر بدی اوکی. گفتم بده یه چیز راست و پوسکنده بهت بگم، گفت اینا قبل همه تعیین شده که کی میخواد بشینه، فقط چون اینا وظیفه‌شونه که بذارن توی این دید یه پوزیشن باز دارن برای همین اینو میذارن. و اینا تو خودتو اذیت نکن، دنبال کار توی دولتی و بزرگ و نیمه دولتی نباش. و درست میگه، کاملا نظر درست بود و برای همین تایید کردم که فکر نکنی اشتباهه. خب پس بریم ادامه داستان که چجوری کار پیدا کردیم، واسه اینو توضیح بدیم. و میگم یه چند تا شرکت بود، حالا مشکل نداره اسم شرکت رو بگم که نشه. شرکت مثلا بود که یه شرکتی بود که همه منیجرش ایرانی بودن، مثلا ارزونی بودن، ارزونی فروش بودن، دنبال ارزونم بودن. رفتن اونجا مثلا تو اینترویویی که داشتیم همونجا اوکی رو به من دادن و یه حالا نمیدونم دیگه درآمدا دستت هست دیگه، مثلا همون اول به من گفت اوکی قرارداد بود می‌بندیم
40,000 تا سالیانه و این پروبیشن پریودت هم 6 ماهه. بعد مثلا توی سپتامبر هم باید یه دوره های ما میفرستیم با هزینه خودت بری برای استیمیتینگ و بعد مثلا من اونجا برای استیمیتینگ رفته بودم، کارشون خاک برداری بود. گفتن که اوکی تو مثلا استیمیتینگ رو بکن، کوردینیت بکن، نمیدونم فلان کار بکن، همه مثلا با 40,000. پوزیشنش چی بود بعد اسمی که داشتن استخدامت می‌کردن؟ استیمیتور. اسم یعنی با ببین این خیلی نکته مهمی رو گفت. حالا شاید بوق بذاریم روی اون اسمی که نفهمن که کدوم شرکته، ولی توی کانادا کسایی که برای اولین بار میخوان شروع بکنن، اون همه چی اینجا کلمات بار حقوقی داره. یعنی اون اسم پوزیشنی که به شما میدن اون بار حقوقی داره. استیمیتوری فقط وظیفت استیمیته، یعنی دیگه کوردینیت که بهش گفتم بکن، این اصلا این کار غیر قانونیه. یا باید حقوق اون پولو بهت بده یا باید تو رو متقاعد بکنه و توافق برسید و امضا بکنی که این جزء وظایف توئه که با اون رقم انجام بدید. و متاسفانه حالا اون شرکت که ایرانی هستن و معمولا هم این اتفاق زیاد، البته فقط ایرانی‌ها نیستن، همه نژادها ملیت‌ها دنبال این هستن که خر دور از جون آدم خر مرده سوار بشن. و خب پس اون یه موردی بود، کیسی بود که تو رو می‌خواستن. ولی نکته دوم، چه حرفایی زد الان آدم اصلا پوکر میمونه. وقتی که شما یه جا استخدام هستید و اون شرکت نیاز شما رو با داشتن یه سری سرتیفیکیت ها نیازتون داره، رسمه، باید نیست، ولی رسمه و یه جورایی شده فرهنگ و باید خود اون شرکت هزینه کنه، شما برید با هزینه اون شرکت اون دوره رو بگذرونید. شما وظیفه ندارید که خودتون پول بدید، یا اون مدرک رو دارید و وارد شرکت میشید، یا اینکه ندارید خود شرکت باید هزینه بکنه. اینم نکته دوم که تو من حرف توی شرکتی که به عنوان طراح داخلی رفتم، چون نرم افزار خودشون استفاده می‌کردن، منو ثبت نام کردن توی اون دوره CET کانفیگورا که دوره هم بیگینرش و هم ادوانسش رو بگذرونم، همه هزینه‌ها به خودشون بود. و خب حتی بابت شرکت توی اون تایمایی که من توی اون کلاس شرکت می‌کردم بهم حقوق میدادن. ترافل تایم بهت میدن، دقیقاً. رفت آمد تو بهت میدن، اگه خارج شهر بخوای بری پول بنزین، پول هواپیما، پول همه اینا با شرکته. خیلی هم عالی، چون به خاطر شرکت شما دارید میرید اون کار رو انجام بدید و این بخشش میشه قانونی. هر کاری که برای شرکت، حتی تو خونه نشستید و در راستای شرکت دارید زنگ میزنید جایی، و پولش شرکت بهتون پرداخت بکنه. خب بریم سراغ ادامه مطلب که این شرکت محترم دیدی یه آفر خیلی مسخره‌ای داره بهت میده، گفتی که پس من این جاب آفر رو نمیخوام. با خیلی هم مشورت کردم راجع به این موضوع، هم کانکشنایی که توی لینکدین داشتم همشون یک صدا گفتن که نه، انتخاب نکن، الان تایم خوبیه، میتونی حتما کارهای دیگه پیدا کنی. خودم خیلی دودل بودم چون واسه یه جا بالاخره پیدا کنی که شروع کنی تخصص. خیلی آدمی نیستم که با بیکاری کنار بیام. ولی خدا رو شکر مثلا بهت بگم سر 40 روز این آقا بهم کارو داد و خیلی من منیجرم ایتالیاییه، خیلی مرد منصفی. حالا درسته که تو کار خیلی فشار میاره ولی مرد منصفیه. بابت اینکه مثلا بهش هزینه‌هامو گفتم که مثلا چون اول یه پیشنهادی که به من داد من قبول نکردم، گفتش که باشه مثلا مشکلش چیه بگو فلان میکنیم درستش میکنیم، همه رو با هم کنار اومد. ولی من همین صحبت‌ها رو با اون منیجر ایرانی داشتم، گفت نه همینه، تو نمیخوای، من یه هندی نمیخوام حالا اینجوری بگم ولی معمولا پس یکی که بیاد این کار رو انجام بده میاد مثلا با پایین ترین قیمت برام انجام میده. و یه نکته دیگه که هست، حالا نمیدونم بدونی، پروبیشن پریود عرفش تا 3 ماهه. اینکه تا 6 ماه میذارن یه خورده، البته که همینجا هم که هستی 6 ماه الکی ولی اونا رو خب چیز نکن. شرایطش خیلی خوبه. شرایطی که برای من گذاشته به خاطر همین قبول کردم و پوزیشنی که بهم داد، اون اعتمادی که برای یه نفر که جونیور وارد این پوزیشن میشه، اون اعتماد رو به من کرد و خیلی برام ارزش داره. خب دوباره یه حرفش نکته‌ای داشت که ایتالیاییه و متاسفانه مافیای ایتالیا اینجا هست ولی مافیاشون یه مافیای دیگه است. کانستراکشن تو تورنتو زیر دست ایتالیا است، یعنی همه شرکت‌های بزرگ کانستراکشن توی تورنتو ایتالیایی هستن. و نکته بعدی اینه که شما به من بگو که با چه سمتی اینجا استخدام شدی؟ جونیور پروژکت منیجر. جونیور پروژکت منیجر. خب وظیفت چیه کلا به عنوان جونیور پروژکت منیجر؟
اول راجع به شرکت بگو، کار شرکت چیه جونیور؟ من تو شرکت پترن کانکریت کار میکنم. یه شرکتیه که هم کار اینستال هم سوپلای کانکریت انجام میده، بتون انجام میده. خیلی پروژه مختلفی داره توی سطح شهر، شرکت بزرگه و زیر مجموعه یه شرکت بزرگتر، یعنی اینا فامیلی کمپانی هن. یه سریاشون کار فرنیشینگ انجام میدن، یه سریاشون کار میدرایز انجام میدن به اسم شرکت گرین، یه سریشون هم کار کانکریت انجام میدن. به عنوان پراجکت منیجر، جونیور پراجکت منیجر توی این شرکت من 2 تا منیجر دارم که یکیش اونر شرکته، یکیش حالا زیر دست اون کار میکنه ولی سینیور پراجکت منیجره. وقتی که پروژه اون سینیور پراجکت منیجر رو میگیرم، یعنی ما توی بیدینگ شرکت میکنیم، مناقصه ها شرکت میکنیم، کار استیمیت و برآورد پروژه با منه و پرایسینگ گرفتن، اسکیجولش، سایت ویزیتینگ، اینا همه با منه وقتی که مثلا برای اون آقا کار میکنم. ولی وقتی که برای جو که اونر شرکت از کار میکنم، 0 تا 100 پروژه، یعنی بیدینگ رو که انجام میدیم، مدارک که سابمیت شد، حالا اگه که ببریم اون مناقصه رو دیگه، از اون جای بعدم با خودمه که پروژه رو پیش ببرید. پروژه رو با کوردینیتور هماهنگ کنم و پیش ببرم و ساب کانترکتورها رو اوکی کنم و یعنی جدا از اینکه اینا جونیور پروژکت منیجر دارن، اینا پروژه کوردینیتور هم دارن. یعنی کار تو نسبتا میشه گفت نسبت به یکی کسی که کوردینیتور نباشه با سبک‌تره، چون معمولا اینا جونیور رو میگیرن که کار کوردینیتور هم واسهشون بکنه. نه، ما کوردینیتور داریم. کوردینیتور بله. هم دارید پس. خب پس خیلی هم عالی. و راضی هستی؟ خدا رو شکر. این جو مثل اینکه خیلی آدم خوبیه. جو خیلی خوبیه، ولی کلا یه چیزی رو بخوام کلی راجع به کانستراکشن بگم، شما وارد شرکت کانسلتنت که بشی، خیلی قضیه برات راحت تره. یعنی خیلی شیک میری سر کار، راحت، بدون استرس، بدون داد و دعوا و اینا کارتو پیش میبری. همه مؤدب، همه مهندس. ولی توی کانترکتور، مثلا شرکت های کانترکتور که باشه، قضیه خیلی متفاوت تره. یه خوبیایی داره، یه بدیایی داره. به عنوان کسی که توی مثلا شرکت های پیمانکاری کار میکنم، خیلی چیز یاد میگیرم که حالا به اون هدفی که من دارم، خب کی دوست داره که همش مثلا کارمندی کار کنه، ولی خب به اون هدفی که من دارم خیلی کمک میکنه این پیمانکاری، با اینکه خیلی فشار رومه، خیلی محیط. ببین من اون شرکت طراحی که بودم، همه مثلا خوشتیپ می اومدن، مؤدب، هیچ فوشی نمیدادن. اینجا حالا به ماها نه، ولی تو حرفاشون با ساب کانترکتورها که در حرف میزنن خیلی بد حرف میزنن و من اولش اصلا شوک شده بودم اینا رو دیده بودم. و یه سری حالا چی میگن، اصطلاحاتی که دارن ما باهاش آشنا نیستیم. شاید بگم حالا من تازه 2 ماه شروع کردم این کارو، 2 هفته اول که اصلا همینجوری فقط نگاهشون میکردم، کم کم راه افتادم، کم کم من فرصت رو دادن که حالا اشتباهات داره هر کسی، اشتباهات رو انجام بده، تجربه کسب کنه. بخاطر همین جونیورم دیگه. درست. ولی سنیورش هم اینجا اشتباهه. اون سنیور هم میبینی کلی چیز دقیقاً. غلط داره، کلی اشتباه داره. ولی شرکت های کانسلتنت هیچ چیزی یاد نمیگیری. ولی خب مخصوصا برای شرکت های بزرگی که باشه، چون میدونم دوستام توی شرکت ها مثلا هرچ هستن، مثلا هر 6 ماه، هر 1 سال ریز که میخوان، یه ریز خیلی عجیب غریبی بهشون میدن و کار میکنن دیگه، ولی نسبتا چیزی یاد نمیگیرن. یعنی شما اگه میخوای که تا آخر عمرتون مثلا 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کار کنی و یه حقوق ثابتی داشته باشی، بهترین کار به نظر من مهندس مشاور باید بشی. پی تو بگیری بری جلو. اگه میخوای که هدفت یه خورده بالاتر، اون از سیفزون باید خارج بشی، یه خورده سختی بکشی، شرکت پیمانکاری بهترین جای. خب حالا به من بگو که میخوایم کم کم جمع بندی بکنیم بحثاش. لطف کن بگو چه سافتوری استفاده میکنید، چه نرم افزاری استفاده میکنید و چه ریکوایرمنت هایی دارید. سرتیفیکیت خاصی برای پروژکت منیجر هست؟ پی ام پی تو برنامه هست یا نیست؟ راجع به این نظر صحبت کن. من رشتم حالا گفتم بهت سیویل انجینیر بوده، پروژکت منیجر نبوده. ولی خب اگه که بخوایم به عنوان پروژکت منیجر کار کنیم، در وهله اول باید توی مدرک دانشگاهی که میگیرید پروژکت منیجر باشه یا پروژکت کانستراکشن باشه.
ببخشید منیج کانستراکشن Construction منیجمنت management. باشه. ولی همونجور که گفتی پی ام پی میتونین توی لینکدین. من خیلی روی لینکدین چیز دارم، اعتقاد دارم، چون لینکدین خیلی کمک کرد به من. لینکدینتون که اگه پریمیوم کنی قسمت لرنینگش بر اساس حالا خود ای آیش براتون اون دوره هایی که مربوط به شما رو میاره بالا. اگه قراره مثلا توی راهسازی کار کنید، سیویل 3D میتونید کار کنید. اگه قراره پروژکت منیجر باشید و توی این فیلد کار کنید، پی ام پی خیلی دوره‌های خوبی میذاره، مثلا برای اسکیجولینگ، برای پرایسینگ، برای استیمیتینگ. من خودم استیمیتینگ رو، چون استیمیتینگ ایران با اینجا خیلی متفاوت تره. اینجا مثلا من با برنامه‌ای که کار میکنم اسمش پروسته، هیچ ایده‌ای راجبش نداشتم. از طریق لینکدین و یه برنامه دیگه از کورسرا، از اون طریق من سرتیفیکیت، لایسنس، گواهی نامه اینا رو گرفتم. خیلی کمک کرد. و اگه که نیاز باشه واقعا همونجوری که گفتی خود شرکت براتون چیز میذاره، دوره ها رو میذاره دیگه. یه سوال، الان MS پراجکت و اینا توی شما استفاده ای ندارید درسته؟ ببین MS پراجکت برای از طرف کانسلتنت به ما داده میشه یا از طرف کارفرما به ما داده میشه. ما که شرکت پیمانکاری هستیم، توی مدارک بیدینگ رو که میگیریم، خب تمام پلناشون، مثلا برنامه‌ریزی‌های تایم بندی‌هاش، تایم شیت هاشون و اینا رو همه رو به ما میدن، یا چه متریالی میخوان. اینا اصلا مربوط به ما نمیشه به عنوان پیمانکار. پس شما از اون استفاده میکنید ولی تو سیستم کمپانی شما قرار نیستش که، نه چون یه عزیزی من پرسیده بود که مثلا چه نرم افزار ام اس پراجکت مهم است یا نه، گفتم ام اس پراجکت اصلا 100%. توی حالا اون بخشی که گفتش درسته، چون سر پروژه وقتی شما کانترکتر هستید و میخواید کار بکنید، خود یه شرکتی که داره یه سری کار ساده رو انجام میده اصلا نیاز به ام اس پراجکت نداره، چون زمان بندیش مشخصه، این کارو باید تا این موقع تموم بکنه. اون دیتا یه جای دیگه میاد که تو بتونی اون رو رعایت بکنی و ددلاین رو رعایت بکنی به قول معروف. ولی اینکه تو هر شرکتی شما به عنوان پروژکت منیجر نیاز داشته باشید که ام اس پراجکت کار بکنید، منطقاً این ولی خب وجود یه نداره. پوینت مثبت برات دیگه، آره دیگه، میدونی بلد یه باشی. حرفی برای گفتن در مقابل حالا منیجرت داری که مثلا جزء وظایف من نیست، ولی من مثلا اتوکد درافتینگ هم میکنم. خب وقتی اتوکد بلد باشی و منیجرت ازت درخواست کنه، اولش مثلا به عنوان لطف انجام میدی، ولی مثلا سر اون تایمی که میخوای ریز بگیری یه اهرم قدرتیه بله. دستت که میگه من اینا رو بلدم، در مقابلش تو میخوای مثلا چقدر به من ریز بدی. خب خیلی هم عالیه. یه تو صحبتات دیگه می‌خوایم جمع بکنیم بحثو. تو صحبتات در مورد کانترکتر بودن و اینا صحبت کردی. چشم انداز تو هم 100% همینه دیگه، یعنی در آینده میخوای بری به 100%. عنوان پیمانکار حالا انجام بدی و اینا. برات آرزو میکنم که بهترین متشکرم، اتفاق همچنین برای بیفته. شما. ممنونم که وقت ممنونم. گذاشتی و امیدوارم که در 2 سال آینده، 3 سال آینده، در چندین تایم آینده بگذره یه تایمی و باز با هم بشینیم و در مورد بیزینس خودت باهات صحبت بکنیم، ببینیم که به کجا رسیده بیزینست. انشالله. بازم ممنون که متشکرم. وقت ممنون. گذاشتید، چه برای تو چه برای شما عزیزان محترم، بیننده های عزیز. بهترین رو آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه موفق باشید. تا ویدیوی بعدی، کارمند بعدی، شما رو به خدا میسپارم. لایک و سابسکرایب و این داستانا فراموش نشه، شیر کنید با دوستاتون. مراقب خودتونم باشید. خدا نگهدار.